سلام علیکم. طاعت عبادتان قبول درگاه حق بگردم. من دکتر امید هاشمی درباره فواید صحی روزه براتون صحبت میکنم و قابل یادآوری است که صحبت کردن در مورد فواید صحی روزه به این معنا نیست که ما به خاطر فواید صحی یا فواید اجتماعی و فواید دیگر روزه میگیریم، بلکه به خاطر از این روزه میگیریم که رضای الله متعال کسب شود و وقتی که رضای الله متعال کسب شد 100% که از فواید صحی و دیگر فواید روزه مستفید میشیم. معلومات را که براتون میدم نتایج تحقیق است که علمای غیر مسلمان تحقیق کردن و یک تجربه را بالای 4629 نفر در انگلستان کردن که بالای از این تعداد نفر به مدت 1 ماه روزه گرفتن و هر روز خونشان بدنشان تغییراتش که رخ میداد چک میشد و این تغییرات را ثبت میکردن که چه تغییرات مثبت یا منفی در وجودشان میآید. وقتی که اونا تست کردن دیدن که اولین تغییری که میآید شکر خون پایین میآید، چون که آخذه ها برای انسولین زیاد میشه در ماه رمضان، یعنی مقاومت در مقابل انسولین پایین میشه و کسایی که تایپ دوم شکر را دارن میتونن که اعراض علائمشان در این ماه خوبتر میشه، کنترل میشه. دوم چیزی که از التهاب پایین میاره، کسایی که دیدن روماتیسم مفصلی داشتن درد مفاصلشان و التهاب مفاصلشان در این ماه کاهش پیدا کرد. سوم چیزی که بود بالای قلب بسیار یک اثر خوب داشت، چون که کلسترول و تریگلیسیراید که دو چربی مضر برای قلب هست، کسانی که چربی خونشان بلند بود در این ماه 25 الی 32% چربی خونشان کاهش پیدا کرده. و همچنان بالای دماغ که تحقیق کردن دیدن وظایف دماغ بسیار بالا میره و یک نوع پروتین در دماغ تولید میشه به نام Brain Derived Neurotropic Factor است که در مغز بالا میره و این سبب میشه که حجرات جدید در مغز ساخته شوه و قوه یادگیری و قوه حافظه شان بلند بره. همچنان کسایی که مرض آلزایمر دارن اونا اعراض علائمشان در این ماه کاهش پیدا میکنه. و دیگر چیزی که متوجه شدن دیدن که این ماه در کاهش وزن خیلی کمک میکنه، یعنی کسایی که میخوان وزن خود کاهش بدن میتونن با توجه به رژیم غذایی ماه رمضان میتونن وزن خود به صورت بسیار وافر کاهش بدن. خصوصا چربی هایی که در اطراف شکم و چربی های در تحت جلد وجود داره اونا را میتونیم که در این ماه ذوب کنیم، چون وقتی که انرژی بدن وقتی که میخواد از کبد استفاده بکنه، وقتی که انرژی از کبد خلاص شد شروع بکنه به ذوب چربی هایی که در اطراف شکم از تحت جلد است، از این چربی ها استفاده میکنه و روز به روز کاهش پیدا میکنه و بالاخره ذوب میشه. دیگر چیزی که تغییراتی که در وجودشان آمده بود تغییرات در هورمون رشد و نمو بود که به اندازه 10 مرتبه در خونشان هورمون رشد و نمو زیاد شده و همچنان عضلاتشان تقویت می‌یافته. دیگر تغییری که است و بسیار مهم است علائم پیری را به تعویق میندازه، یعنی سن انسان گرچه قابل از این است که آدم از پیشرفت جلوگیری کنه، بلکه اما علائم پیری را در اینا کاهش میده، یعنی علائمی که در پیری ضعیفی و پوکی استخوان و بعض امراض دیگه که در پیری به وجود میآید اینا را کلش به تعویق میندازه. و در این اواخر تحقیقاتی که صورت گرفته کسایی که سرطان دارن، حتی گفته کسایی که روزه میگیرن میتونه قابل پیشگیری باشه، یعنی سرطان قابل پیشگیری بکنه، و کسایی که سرطان دارن و تحت تداوی ادویه‌های سرطانی هستن اونا هم اگر روزه گرفتن بسیار یک تحقیق خرد نشان داده که در تداویشان بسیار کمک کرده. و همچنان طبیعی است که فواید دیگه هم روزه بر ما و شما داره و خداوند اطاعت عبادت ما را قبول کنه و از این فوایدش هم حتما مستفید خواهیم شد. خداوند متعال ما را توفیق بیشتر عبادت نصیب بکنه و اطاعت عبادت ما و شما را قبول بکنه. انشالله در کلیپ های بعدی در مورد رژیم غذایی که
در رمضان باید در نظر بگیریم کدام غذا را بخوریم و کسایی که میخوان وزن خود کاهش بدن کدام غذا را در ماه رمضان استفاده بکنن صحبت خواهیم کرد. تشکر از اینکه ویدیو را دیدین. به خاطر دیدن ویدیوهای بیشتر میتونین چینل ما را سابسکرایب کنین و انشالله که از ویدیو مستفید میشین. انشالله که جور صحت و سلامت باشین. السلام علیکم و رحمت الله.